یکی از بزرگترین و مهمترین بنای دوره اسلامی ایلخانی ایران گنبد سلطانیه است که در داخل این گنبد پوشیده از کتیبه‌های مختلفی است که با رنگ روی گچ ترسیم شده است. در مطالعه کتیبه‌های گنبد سلطانیه به دو تاریخ متعلق به دوره اصلی ساخت گنبد برمیخوریم که تاریخ اول سال 710 هجری قمری است و بر روی سردر شرقی بیرون گنبد قرار دارد. تاریخ دوم سال 713 هجری قمری در قوس طبقه دوم ایوان شرقی داخل گنبد دیده می شود که تقریباً نشانه پایان تزئینات کاشیکاری داخل گنبد است. این بنا 8 ضلعی هست، دارای 8 مناره و 8 ایوان، از 8 در بهش یاد شده، ابواب البر، درهای نیکی. این قسمت 5 بار نام حضرت محمد با خط کوفی تزئینی نوشته شده: میم، ه، میم و دال. دور این 5 ضلعی 5 بار نام حضرت محمد چرخش داره. آجرهای مشبک که ملاحظه می‌فرمایید طرحشون تک تک با هم فرق داره، حداقل در 1 یا 2 نقطه متعلق به دور اول هستن. همه دستسازن و روی آجر پخته کار شدن. قوس داخلی کلمات لا اله الا الله و محمد رسول الله نوشته شده. به خاطر اینکه حفاظت‌هایی که به عمل نیامده، یک قسمت‌هایی از بین رفته بوده، جدیداً مرمت شده. اصول مرمت بر این پایه هست: طرح جدیدی که ایجاد می‌کنند نزدیک 1 الی 2 سانت از طرح قدیمی عقب نشینی کنه تا فاصله ساخت و مرمت از هم مشخص باشه. این قسمت 5 بار نام حضرت علی علیه السلام با خط کوفی تزئینی نوشته شده که دوباره 5 بار نام حضرت محمد تکرار میشه. عین علی دال محمد هست. قوس داخلی 6 بار کلمه سبحان الله دور تا دور این قوس رو به خودش اختصاص داده. 2 خطه هست، کاشی‌های فیروزه‌ای رنگ. این قسمت سوره بقره آیت الکرسی هست با خط کوفی تزئینی. از بسم الله شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه. بقیه مونده زیر تزئینات دور دوم که تزئینات دور دوم روشو با لایه از گچ پوشوندن، آیات قرآن و احادیث رو نوشتن. ستون‌های معرقی که ملاحظه می‌فرمایید به صورت کاشی معرق کار شده و داخل تزئینات داخلی به کار رفته که تعدادشون 16 عدده و سرستون‌ها تقریباً همه از بین رفتن. ما موجودیمون همین 2 سرستون هست. این قسمت 42 بار نام حضرت علی با خط کوفی بنایی نوشته شده. این قسمت عین، لام و ی. علی علی ادامه داره تا زیر سقف و تزئینات آجر و کاشی پذیرفته. و این قسمت هست که میتونید به 2 دوره بودن بنا پی ببرید. تزئینات دور اول آجر و کاشی، تزئینات دور دوم گچ هست. یک قسمت از گچ توسط ایتالیایی ها لایه برداری شده، یک قسمت خود به خود ریخته، ولی ملاحظه فرمایید که همینطور علی علی ها ادامه داره تا آخر. و این قسمت نام حضرت محمد با خط کوفی بنایی نوشته شده. این قسمت میم، ه، میم و دال. این بنا اولین بنا در خاورمیانه، سومین بنا در جهان هست. از نظر ارتفاع، قدمت، گنبد، دهانه گنبد که نزدیک 25 متر و نیم هست، سومین بنا در جهان. اولین بنا در جهان سانتا ماریا در ایتالیا در شهر فلورانس، دومی مسجد ایا صوفیه در ترکیه در شهر استانبول، سومی گنبد سلطانیه که در ایران واقع شده. این بنا 10 سال طول کشیده تموم بشه با 3000 نفر کارگر. 3 سال بعد از 10 سال، 3 سال هم طول کشیده کل بنا رو روش گچ بکشن. این بنا در طی 714 سال نزدیک 8 سال نشست داشته و 31 زلزله رو پشت سر گذاشته. در هر متر مربع 1600 تن بار رو تحمل میکنه. وزن خالص خود گنبد هم 1600 تن هست. گنبد 2 پوشه، نوع گنبد شلجمی، نوع معماری آذری هست و نام معمار علیشاه.
ایوان هایی که ملاحظه می‌فرمایید اون زمان تصمیم گرفته بودند اگر حضرت علی از نجف منتقل کرده بودند به این مکان، قرار بوده خانم ها از آقایون جدا باشن. این ایوان ها رو برای خانم ها در نظر گرفته بودند. مقرنس‌کاری هایی که در سقف ملاحظه می‌فرمایید زیباترین مقرنس‌کاری ها هستند. دور اول به وسیله آجر و کاشی، دور دوم اومدن روش رو با لایه از گچ پوشوندن. روی لایه گچ یه سری تزیینات انجام دادن که به صورت پیشبرد یا پیش ساخته هست که اون زمان از تکنیک پیش ساخته استفاده کردن و پشت این گچبری ها رو به وسیله پارچه پوشوندن و پارچه ها رو به وسیله میخ‌های دستساز روی مقرنس ها نصب کردن. تزییناتی که در این قسمت ملاحظه می‌فرمایید به مرور زمان لایه‌های گچ از رو بستر اصلی خودش بلند شده، جدا شده و رنگ‌ها بر اثر رطوبت ریزش پیدا کردن که اینا با تثبیت و تزریق مواد باید سر جای خودشون تثبیت بشن و بعد روی اینها کار بشه و طرح برداری بشه، بعد به صورت اصولی شده برگرده روی دیوار و مرمت بشه. این قسمت دوده هایی هست که یک سری از آثار ریده اینها گم شده که باید لایه برداری بشه. یک قسمت هایی هم گرد و خاک به مرور زمان در 720 سال روی این تزیینات نشسته که همه اینها باید پاکسازی بشه و آتیشی که در داخل بنا در دوره‌های خیلی قبل روشن شده، این دوده ها نتایج این آتش هایی است که به پا شده و تاثیر منفی روی تزیینات داشته. نردهای چوبی که ملاحظه می‌فرمایید از چوب ساج ساخته شده، توی آب نمک و دوغاب گچ خوابونده شده تا نسبت خوردن موریانه در امان باشه. این چوب‌ها از کشورهای هند و لبنان وارد ایران شدن و هیچ گونه میخ فلزی درشون استفاده نشده، هم به صورت چفت و بست هستن. سنگین‌ترین چوب و محکم‌ترین چوبی هست که در صنعت کشتیسازی کاربرد داره و هیچ گونه مرمتی روی اینها صورت نگرفته. همه چوب‌ها به صورت اوریجینال هستن. این قسمت هم که ملاحظه می‌فرمایید از زیر تزیینات گچی بیرون اومده. تزیینات کاشی معرق هستش. همون زمان برای اینکه بیان تزیینات گچی رو روی آجر و کاشی پیاده بکنن، دستور میدن لعاب کاشی با تیشه زده میشه. همونطور هم که ملاحظه می‌فرمایید اکثر لعاب کاشی با تیشه زده شده. دوره پهلوی تزیینات گچی که لایه برداری شده، این تزیینات از زیر تزیینات گچی بیرون اومد. این قسمت ایوان جنوب غربی هست که در حال مرمت، تقریباً 50% از کار تموم شده. قسمت هایی که تیره رنگ هستن، پررنگ هستن، رنگ های اصلی هستن. قسمت هایی که با پیل کمتر کار شده، کارهای مرمتی هست. نگوش اینا بیشتر هندسی هست. ابتدای امر نگوشی که اصلی هستن روشون پاکسازی میشه، تثبیت میشه، تزریق میشه لایه ترک ها و طرح برداری میشه، طرح اصولی میشه، طرح سوزنی میشه و بعد روی کار برگردونده میشه و یک سری قلمگیری و رنگگذاری میشه که به این حالت در میاد و در انتها ما تثبیت نهایی رو داریم.
کتیبه که ملاحظه می‌فرمایید به صورت خط ثلث هست که از القاب و عناوین سلطان ابوسعید پسر سلطان محمد خدابنده می باشد که با متن مول الخواقین العرب و العجم مالک الرقاب الامم علی الدنیا و الدین. مرمت این کتیبه تقریباً 6 ماه طول کشیده به خاطر اینکه ما خیلی از قسمت‌ها و خیلی از این کلمات رو نداشتیم. با توجه به نور رادنت و متون تاریخی این کتیبه مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته به همت گروه مرمت. لشکی که ملاحظه می‌فرمایید تقریباً عملیات مرمتی روش اجرا شده، کار شده و زیر کتیبه هست که یک سری از اسلیمی ها و یک سری از نگوش داخل این کتیبه کار شده. یک قسمت های گچبری هست، یک قسمت های تزیینات رنگی اجرا شده. گچبری هایی که در سقف ملاحظه می‌فرمایید زیباترین گچبری ها هستند که با ارزش‌تر از فرش های ابریشم ایران. طرحشون و رنگشون در تک تک ایوان ها فرق داره. مقایسه‌ای که بین طرح‌ها و رنگ‌ها داشته باشید در تک تک ایوان ها کاملا متفاوت هستند.
مرمت بدنه‌های داخلی گنبد از نیمه دوم سال 1378 با پیگیری‌های مستقیم آقای مهندس محب علی و همچنین آقای دکتر شیرازی و نظارت جناب آقای مهندس آقاجانی که استاد بنده هستند در گنبد سلطانی آغاز شد. از تاریخ 1378 این کارها همه در یک راستا قرار گرفت به نام مرمت بدنه‌های گنبد سلطانی که امروزه ایوان جنوب غربی از قسمت پایین تا قسمت نوک تیزه اصلی زیر گنبد مرمت شده. یکی از بهترین کارهایی که تا به حال در کشور ایران انجام گرفته همین مرمت ایوان جنوب غربی است. در حقیقت یک بدعت‌گذاری در امر مرمت است. مسئله که اینجا وجود داره خود مجموعه سلطانی است با شهر سلطانیه. الان ما هرچی به این مجموعه میرسیم و این مجموعه تعمیرات میشه، نورپردازی، این مجموعه شاخص میشه، شهر یا حالت ضعیف‌تر پیدا میکنه. هیچ ارتباطی بین شهر و مجموعه نیست. من از امسال شروع کردم، حتی مشاوری گرفتم در حال مطالعه است، شروع کردم که شهر سلطانیه رو مطالعه کنم، ارتباط بین این زندگی این مردم رو با مجموعه سلطانیه برقرار کنم و این شهر یه شهر غیر از کار دامداری و کشاورزی دارن یه شهر خدماتی باشه برای مجموعه منطقه سلطانیه.